باشه. 2 هفته میشه به افغانستان آمدین. در امارت اسلامی که فعلا در رأس افغانستان است، چی را دیدین؟ مشکلات چی بود؟ کارهای خوب چی صورت گرفته؟ یکی از کارهای خوبی که در اینجا صورت گرفته امنیت است. باور کنین خواب را که ما در 2 هفته آرام خواب کردیم ما قبلا نمی داشتم. ما در آپارتمان زندگی میکردم که تا نیم شب با تفنگسالا و لندغرا می آمدن، تا نیم شب در چهارراه غیر هوایی میکردن، مردم میکشتن و اخلال میکردن، اذیت میکردن و کس صدای خود کشیده نمیتونست. ولی امروز ما به بسیار آرامی استراحت میکنیم، پلوشن یا کثافت هوا نیست، بسیار مردم با آرامی زندگی میکنند. دومی که در جاده ها و خیابان ها تمام مردم میبینیم زن و مرد بسیار به شکل عادی خود در رفت آمد هستند، مزاحمت ها نیست، مطلق گفتن ها نیست، موترها استاد نمیشه، جنگ های خیابانی نیست، دو زدن و فرش گفتن نیست. همه این چیزا باعث شده که یک نوع نظم در جامعه به درست